با سلام خدمت شما یاران عشق، فریبا هستم در خدمتتون با مراقبه تنظیم کردن مراکز انرژی. امیدوارم خوب، خوش و شاد باشید. عزیزانم، در این مراقبه ما روی هر یک از چاکراها متمرکز میشیم تا تک تک اونا رو پاکسازی کنیم و هماهنگی رو در اونا ایجاد کنیم. تعادل و هماهنگی هر یک از چاکراها به روی چاکراهای دیگه اثر میذاره. بنابراین پاکسازی روزانه چاکرا از اهمیت بسزایی برخورداره. وقتی چاکراها متعادل، فعال و هماهنگ هستند، سلامتی جسمی و روحی، شادابی قلب، صلح و سعادت رو تضمین میکنن. خب عزیزای مهربون، لطفاً یه مکانی رو انتخاب کنین که از سر و صدا دور باشه. ببینین دمای محیطتون مناسب و راحته. میتونین روی زمین به صورت لوتوس یا همون چارزانوی خودمون بشینید و دست‌ها رو روی پاها بذارین و بعد دستاتون رو برای دریافت رو به آسمان باز نگه دارین. سر و گردن و ستون فقرات خودتون رو در یک راستای قائم نگه دارید. در این حالت چاکراها در جاهای اصلی خودشون قرار میگیرن و انرژی در اونها به راحتی جریان پیدا میکنه. حالا اگه مایل هم هستید میتونید روی صندلی بشینید، پاها به روی زمین، دستا به روی پاها، به سمت آسمون باز نگه دارید. و اگر خدایی نکرده یک کسالتی دارید میتونید دراز بکشید، دستاتون رو در دو طرف بدنتون قرار بدین و سعی کنید تا اونجایی که میتونید سر و گردنتون در یک خط قائم باشه. حالا کم کم چشای زیبای خودتون رو ببندین و با من همراه شید. آگاهی خودتون رو به درون متمرکز کنید و اجازه بدید نفسهای شما عمیق و راحت باشه. آگاهی خودتون رو به چاکرای ریشه که در انتهای ستون فقراته معطوف سازید. با هر دم نور قرمز رنگ زیبایی رو به این ناحیه وارد کنید و هر بار که عمل بازدم رو انجام میدید اجازه بدید نور قرمز شفافتر و قویتر گسترده بشه. لازمه که تمرکز خودتون رو بر روی چاکرا که رنگ اون قرمز هست متمرکز کنید و نفسهای عمیق و بلند بکشید و بگذارید نور شفاف قرمز رنگ عمل پاکسازی خودشو انجام بده. So relax, so calm. هر صدایی که میشنوید این صدا شما رو آروم و آرومتر میکنه. کم کم آگاهی خودتون رو به روی چاکرای دوم که خاجی نام داره معطوف بکنید. نور نارنجی رنگ زیبایی رو در این ناحیه تجسم کنید که با عمل دم نور نارنجی رنگ بیشتری رو وارد میکنه و با عمل بازدم این رو نور قشنگ نارنجی رو ببینید که شفافتر و قویتر و گسترده تر میگردد. حالا اجازه بدید نور نارنجی رنگ زیبا عمل پاکسازی خودشو تکمیل کنه.
حالا کم کم آگاهی خودتون رو به ناحیه زیر جراق سینه که چاکرای خورشیدی نام داره معطوف سازید. با هر عمل دم نور زرد زیبایی رو در این محل وارد کنید و با هر بازدم شاهد شفافتر شدن، قوی شدن و گسترده تر شدن اون باشید. اجازه بدید انرژی نور نارنجی رنگ عمل پاکسازی خودشو انجام بده. بسیار عالی. So relax, so calm. آگاهی خودتون رو به ناحیه وسط قفسه سینه معطوف سازید که چاکرای قلب شماست. نور سبز زیبایی رو در این محل تجسم کنید که با هر عمل دم به چاکرای قلب شما وارد میشه و با هر عمل بازدم شفافتر و قوی‌تر و گسترده تر میشه. اجازه بدید که رنگ سبز عمل پاکسازی چاکرای قلب شما رو به راحتی انجام بده. خیلی آرومین، خیلی ریلکس. هر صدایی که میشنوید شما رو آروم و آرومتر میکنه. حالا توجه خودتون رو روی ناحیه گلو یا چاکرای گلو متمرکز کنید که رنگ آبی زیبایی در این جا تجسم کنید. با هر عمل دم رنگ آبی درخشان را به چاکرای گلوی خود دعوت کنید و با هر عمل بازدم اجازه بدید رنگ آبی شفافتر و قوی‌تر بشه. نفسهای عمیق بکشید و بگذارید عمل پاکسازی به طور کامل انجام بشه. حالا مهربونانم هوشیاری خودتون رو به روی ناحیه دو ابرو معطوف سازید که چاکرای چشم سوم بهش گفته میشه. رنگ نیلی زیبایی رو در این محل تجسم کنید. با هر عمل دم رنگ نیلی را به این چاکرا دعوت کنید و با هر بازدم اجازه بدید این رنگ شفافتر و قوی‌تر و گسترده تر بشه. آروم و راحت بمانید. اجازه بدید رنگ نیلی زیبا عمل پاکسازی رو کامل کنه. خب حالا میرسیم به چاکرای تاجی. نور بنفش زیبایی رو در این محل به چرخش درآورید. با هر عمل دم اجازه بدید نور بنفش رنگ در این محل جریان پیدا کنه. با هر بازدم نور بنفش رو ببینید که شفافتر و قوی‌تر و گسترده تر میشه. محل پاکسازی بدون تلاش انجام شده و کامل شده. چقدر قشنگ 7 چاکرا تمیز و پاکسازی شده. خیلی آرومین، خیلی ریلکس. حالا نور سفید درخشانی رو تجسم کنید که از قلب جهان هستی منشأ میگیره و به سمت چاکرای تاجی شما میاد.
نور سفید شفابخش از طریق چاکرای تاجی وارد میشه و به هر یک از چاکراها راه پیدا میکنه و ستونی از نور سفید ایجاد میکنه که همه چاکراها با هم مرتبط و هماهنگ میسازه. نفسهای عمیق بکشید و متمرکز بشید. خودتون رو به دست نور سفید درخشان بسپارید و از انرژی مسرت بخش اون لذت ببرید. حالا تصور کنید که تمام وجودتون از این نور سرشار میشه. شما اونقدر از این عشق و آگاهی و صلح سرشار شدید که تمام وجودتون نورانی میشه. حالا نور سفید الهی از وجود شما به سمت اطراف شما پرتو افشانی میکنه و در اینجا شما میگویید من صلح هستم. صلح، آرامش و سعادت در وجودم موج میزنه. من صلح هستم. صلح و آرامش و سعادت در وجودم موج میزنه. در این نور سفید نیروی لبریز از عشق خود را غوطه‌ور سازید و هر چقدر دوست دارید در آن بمانید. هر وقت آماده شدید که مراقبه رو به اتمام رسوندید، توجهتون رو به نیروی جاذبه زمین متمرکز کنید. حس کنید که در بدن خود استقرار دارید. حالا انگشتان دست و پای خودتون رو به حرکت درآورید و چشمای زیبای پر از صلح و آرامش رو به این دنیای بزرگ باز کنید. با عشق فریبا.